که به خاطر لا اله الا الله شبا سختی ها رو تیر میکنه و کی به خاطر لا اله الا الله در موترهای لکس در بلدنگ های لکس زندگی میکنه و کل ما در روز قیامت استاد میشیم و تو نشه که بگوی و امتاز الیوم ایها المجرمون ای مجرما از زیر بیرق لا اله الا الله از زیر لوای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون شوید. یک وقت میگه سید قطب رحمت الله علیه را در دار آویزان میکردن به خاطر از اینکه جمال عبدالناصر که بود یک رئیس جمهور طاغوت بود، یک کافر بود، یک مرتد بود، یک کمونیست بود، یک قوم پرست بود. قانونی که او ساخته بود ضد شریعت الله بود. علامه سید قطب در مقابلش خیست و گفت که تو یک طاغوت هستی، جنایتکار هستی، قانون ضد شریعت الله هست. ایره برد در زندان و بندیش کرد و بالاخره قاضیایی که همون مردار شدن رفتن، سید قطب هم رفت، کلگی میره، جمال ناصر هم رفت و قاضیایی که فیصله کردن در حق از اونا هم رفتن، لکن کلشان در روز قیامت در مقابل الله استاد میشن، محاسبه میشن، محاکمه میشن. الله میگه لمن الملک اليوم، امروز مالکیت از کی هست؟ قدرت و قضاوت امروز ترازوی عدالت به دست کی هست؟ لله الواحد القهار. در وقت اعدام کردن از این شخصیت یک تعداد از امو شیخا بودن، ملاهای حکومت جمال عبدالناصر، بازی آمدن صاحب دوادی جان که ایرک در دار آویزان میکنن، ملخره که میپرده یاد که آمدن که جناب السید قطب اقرأ کلمت الطیب قل لا اله الا الله. او اومدن بر ازی تلقین میکنن که تو کلمه لا اله الا الله بود. او برشان گفت که او جناب مشایخ صاحب شیخای ازهر بودن دیگه، شما خواهد ازهر هم خوانده، ما به خاطر لا اله الا الله اعدام میشم و شما به خاطر لا اله الا الله مای $500 ماش میگیرید، تو اومدی بر من کلمه رو یاد میدی؟ برو کاکا جان کلمه خودت جور کن، مرا دام پرد دگردن بان که ما برم باز روز قیامت معلوم میشه که کی حق است و کی باطل. حالا هر کس میگه دیگه صاحب من مسلمان هستم و من دیندار هستم و من فلانی هستم و شما یا تو هستین و چطور هستین و چنان هستین. مثل تابال یک 35 تا تخلص خو بر ما دادن، لکن در روز قیامت انشاءالله تعالی معلوم میشه که کی حقیقتا به لا اله الا الله یقین داره، باور داره و کی لا اله الا الله را میفروشه و سر از او تجارت میکنه. کی به خاطر لا اله الا الله شبا سختی ها رو تیر میکنه و کی به خاطر لا اله الا الله در موترهای لکس در بلدنگ های لکس زندگی میکنه و کل ما در روز قیامت استاد میشیم و تو نشه که بگوی و امتاز الیوم ایها المجرمون ای مجرما از زیر بیرق لا اله الا الله از زیر لوای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون شوید. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک شو میگه تا به صبح گریه میکرد و میره خانده میرفت که و امتاز الیوم ایها المجرمون، نشه که ما در جمله ازی حساب شویم، نشه که دیگه مجرم نباشه. المنية أن تعالي سبيل الله